دوستانم، میدونید بهترین مردم نزد خدا چی کسانی اند و بهترین عمل چی عملی است؟ بهترین مردم و دوست داشته ترین مردم نزد خداوند کسانی اند که نفعشان، فایدهشان به خلق خدا برسد. کسانی که فایدهشان، نفعشان به مردم میرسد نزد خداوند محبوبند و دوست داشتنی اند. و بهترین عمل چه عملی است؟ بهترین عمل این است که یک دل را شاد کنید، یک دل را، یک اشک را پاک کنید، دست درمانده را بگیرید، یک یتیم را نوازش کنید، دل شکسته را شاد کنید، 100 مسجد و 100 رباط آباد کنید، 100 بنده از زر خریده آزاد کنید، 100 سال روزدار باشی و شبها به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنید.